پهن گردیدن و استعمال حب‌های سینتتیکی و ماده‌های پسیخوتروپی مدهوش کننده از جمله متامفتامین به قول جوانان کریستال امروزها به خطر جدی تبدیل یافته است. این مواد خطرناک برای سلامتی و ممنوع برای استعمال و فروش از جانب پهن کنندگان با وعده لذت و حلاوت به یک طایفه جوانان ناآگاه پیشنهاد می شود. اما متاسفانه پس این لذت در ناخنک وابستگی، بیماری، بینسلی و حتی مرگ پنهان است. طبق مشاهده‌های اپراتیوی یکی از مکان‌های پهنشوی و استعمال این مواد زهرآگین فسادخانه‌ها میباشند. در ادامه مبارزه ضد این پدیده خطرآور از جانب کارمندان میلیسیای ولایت ختلان 3 حالت تشکیل فسادخانه برای استعمال واسطه‌های نشئه‌دار و حب‌های سینتتیکی، ماده‌های پسیخوتروپی و کریستال در حدود شهرهای باختر، لیوکند و کولاب آشکار کرده شده 17 نفر دستگیر و به مقامات میلیسیا دسترس کرده شدند. از جمله از جانب کارمندان میلیسیا در حدود شهر کولاب، دهه کهنشهر، یک دلیل به فسادخانه تبدیل دادن منزل استقامتی آشکار کرده شد. در نتیجه 5 نفر ساکن شهر کولاب و ناحیه واسه که مشغول استعمال ماده سخت تاثیر و مدهوش کننده کریستال و واسطه نشئه‌دار نوع حشیش بودند دستگیر گردیدند. معین کرده شد که منزل استقامتی به شهروند ولیف محمد سعید نظرویچ سال تولدش 1983 که قبلا 4 مرتبه از جمله برای معاملات غیر قانونی واسطه‌های نشئه‌دار سود شده است تعلق دارد. چرابینی‌های مخصوصی اپراتیوی آشکار نمود که دستگیر شده ولیف محمد سعید منتظم شهروندانی که به استعمال واسطه‌های نشئه‌دار میل دارند جمع نموده برای استعمال واسطه‌های نشئه‌دار شرایط فراهم آورده در پهن نمودن ماده‌های خطرآور دست داشته است. هنگام از نظر گذرانی منزل استقامتی حب‌های سینتتیکی، متامفتامین و واسطه نشئه‌دار نوع حشیش دریافت و مصادره گردیدند. به این مانند کارکرد و چرابینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی میلیسیای ولایت ختلان امکان داد که در حدود شهر باختر باز یک حالت تشکیل فسادخانه و پهن و استعمال مواد پسیخوتروپی متامفتامین، کریستال آشکار گردد. در نتیجه 5 نفر ساکن شهر باختر دستگیر گردیده به مقامات میلیسیا دسترس کرده شدند. معین گردید که شهروند مرادов سفرعلی سلطانویچ سال تولدش 1991 ساکن شهر باختر کوچه هویدلویف 4 نفر ساکن شهر باختر را در منزل استقامتیش جمع نموده برای استعمال و پهن حشیش و مواد سینتتیکی متامفتامین با اصطلاح پهن کنندگان و استفاده برندگان کریستال شرایط فراهم آورده است. چون این افراد که در فکر به دست آوردن منفعت شخصی هستند، ارزش‌های جامعه سالاری، خانواده سالم و فضای مساعد زندگانی هر یک استعمال کننده را ویران نموده با گرفتار نمودن جوانان دیگر به این دام به گنفاند ملت زیان و ضرر جدی میرسانند. یک کمک‌ها این برای استعمال میکننده مواد مخدر جدا کرده بودم. روزی که خیلی بچه‌ها شتگی بودیم اونجایی که مثلا نشم میکشیدیم مثلا جایی که کریستال میکشیدیم همون جایی هم کاملتامونا شتگی وقت مونده کارمندان میلیسیا در آمده ما را دستگیر کردند. من از کاری کرده خودم به حد پشیمان هستم. در ادامه مبارزه ضد پهن کنندگان و مکان‌های پهنشوی کارمندان میلیسیای ولایت ختلان باز یک حالت مکان استعمال واسطه نشئه‌دار نوع حشیش و متامفتامین کریستال را در حدود شهر لیوکند معین نمودند. 7 نفر اشخاص مشغول به استعمال موادهای سخت تاثیر مدهوش کننده را بازداشت و به مقامات میلیسیا دسترس نمودند. مجموع چرابینی‌های اپراتیوی عمل گردیده معین نمود که شهروند رحمانов سعیدجان نجمیدینویچ سال تولدش 1994 ساکن شهر لیوکند در برابر استعمال و پهن کننده مواد مخدر بودنش جوانان دیگر را به این عمل خطرآور جلب نموده منزل استقامتیش را به فسادخانه برای استعمال واسطه‌های نشئه‌دار تبدیل داده است. معین کرده شد که پیوسته همه 7 نفر دستگیر شده با شرایط‌های فراهم آورده شده به استعمال مواد نشئه‌دار نوع حشیش و ماده پسیخوتروپی نوع متامفتامین مشغول بودند. دلیل‌های شایعی مصادره شده گواهی گفته‌های بالا می‌باشند. تجربه تفتیشاتی معین نموده است که استعمال گروهی خوف پهنشوی بیماری‌های سرایتی و زهرآلودشوی را زیاد نموده نه تنها برای سلامتی یک نفر بلکه امنیت سالمی جامعه را زیر خطر می‌گذارد. از چنین محیط جنایت، زورآوری و فساد پهن می شود. از منزل‌های استقامتی هر 3 نفر صاحبان فسادخانه‌ها در شهرهای باختر، کولاب و لیوکند سوزاندارو، لامپ‌های شیشگین و ظرف‌های پلاستیکی که برای تیار کردن و استفاده برای مواد نشئه‌آور و ماده پسیخوتروپی نمود متامفتامین کریستال استفاده می‌شدند دریافت و مصادره کرده شد. وابسته به حالت‌های مذکور طبق طلبات ماده 205 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی تشکیل فسادخانه برای استعمال واسطه‌های نشئه‌دار پرونده‌های جنایتی آغاز و دستگیر شدگان در حبس پیشکی قرار داشته تفتیشات
ادامه دارد.